حسیب قوای مرکز، مرد با دو چهره. آیا او را به عنوان یک زورگو یاد خواهند کرد یا به عنوان فرمانده‌ای که در سخت‌ترین روزها در کوههای هندوکش ایستاد؟ کسی که بیرون برآمد وعده پیش ما به صفت ایزک هستند. ایزک فهمیدی؟ پنجشیر، سرزمینی که بارها تاریخ افغانستان را تغییر داده است، از احمد شاه مسعود گرفته تا فرماندهان ناشناخته. این دره همیشه خانه مقاومت بوده است، اما در سالهای اخیر نام بر سر زبانها افتاد که بیش از همه جنجالی بوده است. حسیب قوای مرکز، مرد با دو چهره. در دوران جمهوریت خیلی ها او را زورگو و ظالم می دانستند. کسی که از مردم پول می گرفت و قدرت طلب بود. اما همان مرد وقت طالبان برگشتن به قهرمان بدل شد که سلاح به دست گرفت و در کوههای هندوکش ایستاد. خونم به خاطر وطندار قوم میریزانم. این روایت زندگی پرفراز نشیب است، قصه میان ظلم و قهرمانی، میان زورگویی و مقاومت. حسیب قوای مرکز یا همان حسیب پنجشیری در 28 جنوری سال 1999 در روستای آبدره پنجشیر به دنیا آمد. کودکیش در میان کوههای سرد و صخره‌های سر به فلک کشیده گذشت. پنجشیر فقط یک روستا نبود، یادگار جنگ‌های گذشته و خاطره احمد شاه مسعود در هر گوشه زنده بود. حسیب از همان خردسالی با صدای گلوله و قصه های مقاومت بزرگ شد. وقتی دیگران در کوچه ها بازی میکردند، او با چوب و سنگ برای خودش تفنگ میساخت. در دلش یک رویا میپروراند، روز مثل مسعود فرمانده شود. در سال 2010 وقت جوان شد تصمیم گرفت به آرزویش برسد. او وارد قطعات ویژه امنیت ملی افغانستان شد. سخت‌ترین آموزش ها را دید، در عملیات های متعدد شرکت کرد و خیلی زود نامش در میان افسران بالا آمد. در ولایت های جنوبی افغانستان او در خط مقدم جنگ با طالبان حضور داشت. در هلمند، قندهار و زابل بارها نیروهای طالبان را شکست داد. او با تاکتیک های تهاجمیش معروف شد. جوان جسور که در میدان جنگ ترس بدل را نمیداد. اما در پشت این موفقیت ها چیز دیگری هم بود. حسیب همیشه میگفت من برای وطن می جنگم، نه برای چوکی های سیاستمداران. خونم به خاطر وطندار قوم میریزانم. از خودم هم از 100 جوان برادر مبارز قتیمه است با امر خدا. و همین تفکر بود که بعدها او را در برابر همین نظام قرار داد. سال 2019 نقطه عطف زندگی حسیب بود. امنیت ملی از او خواست چند شخصیت قومی و سیاسی را ترور کند، اما حسیب نپذیرفت. از همان روز بود که دشمنی میان او و حکومت شکل گرفت. ما با جناب ابرالله صالح چیزی گفتنی ندارم. هر چیزی که میکنی جوانا را گم میکنی، هر دسیسه را که در پای ما جور میکنی بکن. او از امنیت ملی جدا شد و فراری بود. او در یک لایف فیسبوک رازهای امنیت و فسادهای پنهانی آن را فاش ساخت. این کار برای حکومت غیر قابل تحمل بود. حسیب از یک فرمانده امنیت به دشمن خطرناک برای همون دولت بدل شد. دولت وزارت داخله یک وزارت بیکفایت است، وزارت داخله یک وزارت ناکاره است. در همون دوران نام مهرالله باغقاضی هم کنار نام حسیب آمد. جالب اینجاست که خود حسیب نقش کلیدی در آزادی مهرالله از زندان پلچرخی داشت. او نقشه فرار را طرح کرد و مهرالله باغقاضی را فرار داد. این رابطه دوستانه خیلی زود به دشمنی کشید. یک مشاجره لفظی میان این دو مجرم رخ داد. خبر جنجال حسیب مثل برق در سراسر کابل پیچید. تاریخ 24 مارس سال 2019 نیروهای ویژه امنیت ملی و وزارت داخله به پنجشیر فرستاده شدند. فرماندهی عملیات را خوشحال سادات به عهده داشت. هدف روشن بود، حسیب را دستگیر کند. اما در دره های پنجشیر آنچه انتظارش را نداشتن رخ داد. حسیب به تنهایی ایستادگی کرد. ساعتها درگیری ادامه داشت. او با جسارت نیروهای ویژه را وادار به عقب نشینی کرد.
در میان این درگیری ها یک افسر امنیت اسیر شد. افسر با گریه فریاد میزد مرا نزن، من اولاد دارم. حسیب سکوت کرد. بعد دست از خشونت برداشت و او را آزاد کرد. این لحظه چهره دیگری از حسیب را نشان داد، فرمانده ای که حتی به دشمنش رحم کرد. حسیب برای مدت مخفی بود. بعد از چند مدت حمیدالله خراسانی به خاطر آتش زدن بیرق سه‌رنگ افغانستان دستگیر شد. حسیب در یک نوار تصویری فریاد زد حمید را آزاد کنید، اما حمیدالله خراسانی که حسیب او را دوست میپنداشت به او خیانت کرد. در سال 2021 وقت طالبان وارد کابل شدند، حمید خراسانی به جای استادگی با طالبان با اونها همکاری کرد. تو مزدور یهود نظر رهبر ما محمد رسول الله خیانتی که تا امروز در ذهن حسیب و یارانش مانده است. آنها میگویند حسیب مردی است که حتی برای دوستانش جان گذاشت، اما همون دوستان او را تنها گذاشتند. 15 اگست سال 2021 کابل سقوط کرد. در یک نوار صوتی جنگ میان حمیدالله خراسانی و حسیب رخ داد. حسیب با یک جمله حمیدالله خراسانی را به تمسخر گرفت، گاه در آغوش این گاه در آغوش آن. 15 اگست سال 2021 کابل سقوط کرد. طالبان دوباره قدرت را گرفتند. رهبران سیاسی یکی پس از دیگری فرار کردند، اما حسیب در پنجشیر ماند. با احمد مسعود و یارانش مقاومت دوم را پایه‌گذاری کرد. طالبان بارها با لشکرهای بزرگ وارد پنجشیر شدند، اما حسیب و یارانش با تاکتیک های چیرکی در کوهها مقاومت کردند. او چندین بار ستونهای طالبان را نابود کرد، چندین بار نیروهایشان را اسیر گرفت. اگرچه در نهایت تلفات زیاده هم دادند، اما روحیه مقاومت زنده ماند. در همون روزها مشاجره لفظی میان حسیب و خوشحال سادات اوج گرفت. خوشحال سادات از کابل گریخته بود و مردم او را متهم به فرار و بزدلی میکردند. در یک لایف توییتر حسیب مستقیما به او گفت تو و بابایت به غیرت ترین فرد در دولت گذشته بودین. کسی که بیرون برآمد وادا پیش ما به صفت ایزک هستن. ایزک فهمیدی؟ اگر همه مثل من و یاران من استادگی میکردین، امروز طالبان کابل را نمیگرفتن. این جمله مثل آتش در فضای مجازی پخش شد. خیلی ها گفتن خوشحال با تمام نفوذش در دولت گذشته فرار کرد و حسیب با همه سختی ها استادگی کرد. از آن روز تا امروز زندگی حسیب و یارانش در کوهها میگذرد. گاه روزها فقط با نان خوش و تلخان میگذرانند. شبها در غارها میخوابند و روزها در کمین طالبانند. همین است که هنوز طالبان نتوانستند پنجشیر را کاملا در کنترل بگیرند. برای برخی حسیب مردی است با دو چهره، برای برخی او زورگو در دوران جمهوریت است، کسی که از مردم باجگیری میکرد و قدرت طلب بود. اما برای بسیار او قهرمانی است که در روزهای سخت در کنار وطن و وطندار خود ایستاده و هنوز در کوهها می جنگد. داستان حسیب قوای مرکز قصه ای است میان تاریکی و روشنایی. او هم خطا داشت و هم فداکاری. پنجشیر در تاریخ همیشه نماد استادگی بوده است. امروز هم نام حسیب در کنار این تاریخ نوشته می شود. اما اینکه نسل های آینده او را چگونه به یاد خواهند آورد بستگی به نگاه مردم دارد. آیا او را به عنوان یک زورگو یاد خواهند کرد یا به عنوان فرمانده‌ای که در سخت‌ترین روزها در کوههای هندوکش ایستاد؟ این پرسش است که هنوز پاسخ ندارد. زمان به پایان رسید اما کلام به فرجام نرسید. پس تا درود دیگر، بدرود.